ببین، آخر این ویدیو میخوام یه سوال ازت بکنم. بهم اعتماد کن. میدونم تازه با هم آشنا شدیم، اما یکی از مهمترین سوالهای زندگیته. اما قبلش بذار درباره هدف این چنل باهات صحبت کنم. هدف این چنل، یا بهتره بگم هدف من از تأسیس این چنل اینه که کتاب‌هایی بهتون معرفی کنم که کمتر افراد میرن دنبالش. بهتره بگم فقط 1% افراد. و اون افراد کسایی هستن که دنبال توسعه فردی هستن، دنبال اینن که یه لول اپ تو زندگیشون به وجود بیارن. و بهتره بگم مضمون این کتاب‌ها مثل کتاب‌هایی نیست که بخونیش و بهش عشق بورزی. این کتاب‌هایی هستن که شما میخونیش و بهت انگیزه میده که اون راه سختی که شروع کردی و ادامه بدی. بهت انگیزه میده که تو سخت ترین شرایط بهترین تصمیم رو بگیری. این کار رو باهات میکنه که بتونی عادتهای بدت رو با عادتهای خوب جایگزین کنی. شاید طول بکشه، شاید سخت باشه، اما میشه. و این چنل یه هدف دیگه هم داشت. به شخصه زیاد وقت زیادی برای کتاب خوندن ندارم و اینکه تو دوره‌ای که خیلی کتاب میخوندم مجبور بودم هر فصل رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنم، بهتر بگم به تاپیک‌های اصلی اون فصل که اون نویسنده به آدم توی فهرست میگه. به اون تاپیک‌ها تقسیمش میکردم و تیکه تیکه اون کتاب رو میخوندم. روش خیلی خوبیه. همون روش رو دوست دارم توی این چنل هم پیاده کنم. به خاطر همین هر شب یه قسمت از یه کتاب رو که به ما کمک میکنه خودمون رو آدم بهتری کنیم داخل این چنل بارگذاری میکنم. و این چنل برای افرادیه که تایم زیادی برای کتاب خوندن ندارن، یا بهتر بگم هیچ تایمی برای کتاب خوندن ندارن، یا شاید هزینه کافی برای خرید اون کتاب و خوندن اون رو ندارن. اما من مطمئنم اگه شما 1 ماه یا نهایتا 2 ماه به حرفای من و به کتاب‌هایی که میخونیم گوش بدید، مطمئنم میتونید انقدر خودتون رو به یه سطحی برسونید، یه سطح کنجکاوی در اون کتاب پیدا میکنید که برید اون رو تهیه کنید و بخونیدش. این تمام چیزی که ما در این چنل قرار انجام بدیم. و در آخر این یادتون باشه، درد یا لذت کاری که انجام میدیم نمیمونه، اما افتخار یا شرمندگیش چیه.